بهنام واحدی، مشاور و مربی کسب و کار. زندگی یه سواله. پاسخ به اون سوال همون نحوه زندگی ماست. ما باید توی زندگی از خودمون سوالایی بپرسیم و نحوه جمله بندی ما توی این سوالها تعیین میکنه که ما چه جوابی قرار بهش بدیم که این جوابها در نهایت زندگی ما رو خواهد ساخت. من بهنام واحدی ام و تو الان داری قسمت 6 لول آپ رو تماشا میکنی. اگه ویدیوهای قبل رو ندیدی ببینشون، چون ما تصمیم گرفتیم در این کانال سفری رو شروع کنیم که مقصد تبدیل شدن به بهترین نسخه خودمونه. نتایج فوق‌العاده به ندرت ناشی از بخت و اقباله. من معتقدم این انتخاب‌ها و اقدام‌های ما هستن که اونو میسازن. برای انتخاب درست باید از خودمون سوال کنیم و این پرسش باید پرسشی باشه که به اصطلاح تمرکز بخش باشه. پرسش تمرکز بخش در واقع سوالاتی هستند که مشخص میکنن در کل چی میخوایم و برای دستیابی به اون کل الان باید چی کار انجام بدیم. بیاین این سوال رو توی 3 قسمت با هم بررسی کنیم. اولین قسمتش بشه این: آن یک کاری که میتوانم انجامش بدهم. دقت کنید که گفتم یک کار، آن یک کار، نه چند کار. و مهمتر از اون میتونم انجامش بدم، یعنی توانایی انجام دادنش رو هم داشته باشم. دومین قسمت باید به این شکل باشه که اگه این کار رو انجام دادم چه هدف دیگه‌ای با انجام این کار محقق میشه. یعنی مسئله این نیست که ما صرفا اون کار رو انجام بدیم، بلکه باید طوری انجامش بدیم که اتفاق دیگه‌ای هم نتیجه انجام دادن این کارمون باشه. سومین قسمت از این سوال هم میشه که آیا انجام این کار بقیه چیزها رو توی زندگی برای من آسان‌تر و غیر ضروری‌تر میکنه یا نه. در واقع یعنی اولین دومینو رو پیدا میکنی، یه چیزو، و با انجام اون بقیه امور آمادن که اتفاق بیفتن. اینو توی ویدیو قبلی توی اثر دومینویی با هم بررسی کردیم. پرسش تمرکز بخش پرسش 2 کاره است، یعنی 2 تا شکل داره توی خودش. یه پرسش از یک تصویر کلی که اینه که یک چیز من چیه، اون یک چیز کلی من چیه، اون هدف بزرگی چیه. و پرسش تمرکز بخش کوچیکتر اینه که الان باید چی کار بکنم. الان باید مهمترین بخش‌های زندگی خودت رو پیدا کنی و پرسش تمرکز بخش خودت رو توی اون موضوعات از خودت بپرسی. مثلا توی زندگی من خودم بخش‌های مهم زندگی مثلا خب شامل زندگی معنویم، روابطم، زندگی شخصیم، سلامت جسمیم و شاید امور مالیم باشه. حالا میخوام توی این زمینه‌ها پرسش تمرکز بخشم رو بپرسم و بهشون جواب بدم، یعنی جوابی که به اینها میدم در واقع زندگی من رو میسازه. سوالا چی هستن؟ مثلا توی زندگی معنوی سوال اینه: اون یک کاری که میتونم برای کمک به دیگران انجام بدم که حس بهتری داشته باشم، اون کار چیه توی زندگی معنوی میتونم انجامش بدم که حس بهتری بهم بده؟ یا توی سلامت جسمیم اون یک کاری که میتونم انجام بدم تا استرسم در طول روز کمتر بشه چیه؟ یا توی زندگی شخصیم اون یک کاری که میتونم انجام بدم تا برای خودم وقت بیشتری داشته باشم چیه؟ توی روابطم سوال اینجوری میشه: اون یک کاری که میتونم انجام بدم مثلا تا والدینم بدونم، بهشون نشون بدم که قدردان محبتشونم، اون کار چیه که میتونم انجامش بدم و به اون نتیجه برسم؟ یا توی شغلم اون یک کاری که میتونم انجام بدم تا مهارت‌های مشاوره‌ایم رو بهتر کنم چیه؟ یا توی کسب و کارم اون یک کاری که میتونم انجام بدم تا قدرت رقابتم بالا بره چیه؟ و تو امور مالیم اینه که اون یک کاری که میتونم انجام بدم تا از شر بدهی هام خلاص بشم چیه؟ اینا رو اینجوری مفصل توی موضوعات مختلف گفتم که راحت‌تر بتونید درکشون کنی. اینا سوالات تمرکز بخش زندگی منم، بخش‌های زندگی منم. تو هم باید سوالای مشابهی از خودت توی بخش‌های مختلف زندگیت بپرسی و بهشون جواب بدی. ما می‌خوایم فلسفه یک چیز رو که توی ویدیو قبل
با هم بررسیش کردیم توی زندگیمون پیاده سازی کنیم. در زندگی شخصیمون 3 کلمه، اگه بخوایم کسب و کاری هم نگاه کنیم میشه 4 کلمه، یعنی توی زندگی شخصی 3 و اگه کسب و کاری بخوایم نگاه کنیم 4 کلمه است که باید 4 مفهومه که باید بهشون دقت کنیم: هدف، اولویت، بهره‌وری و توی کسب و کار سود. یک چیز بزرگ زندگی همون هدفه و یک چیز کوچیکترش میشه اولویت. اقدامایی که باید برای رسیدن به اون هدف انجام بدیم بهره‌وری رو شکل میده. کسانی که بهره‌وری بالایی دارن از هدفهاشون شروع میکنن و اون رو میشه گفت که تبدیل به قطب نمای راهشون میکنن. هدف میشه اون جایی که باید بریم. توی کسب و کارها بعد اینکه بهره‌وری ارتقا پیدا کرد سود پیدا میشه. وقتی همه کارها رو انجام دادیم و بهره‌وری بالایی داشتیم توی کسب و کار به سود خواهیم رسید ولی بهش نمیرسیم. برای درک این موضوع کوه یخ رو در نظر بگیر. 4 قسمت کن این کوه یخ رو. معمولا مردم ماها اون فقط نوک کوه یخ رو که از آب بیرونه رو میبینیم، در حالی که بخش زیادی از کوه یخ اون پایین دیگه، اینو میدونیم. هدف و اولویت زیر آبن، یعنی این کوه یخ رو در نظر بگیر 4 قسمتش کن. اون هدف و اولویت و بهره‌وری و سودی که ازش حرف زدیم، این قسمت هدف و اولویت زیر آبن، قسمت پایین این کوه یخن و ما نمیبینیمشون و اون چیزی که اون بالای آب دیده میشه اون بهره‌وری و سود است. کسب و کارهای بزرگ و سودآور در واقع تحت رهبری انسان‌هایی پیش میرن که بهره‌وری بالایی دارن. ارتباط بین هدف، اولویت و بهره‌وری مشخص میکنه که تا کجا میتونیم از بقیه افراد جلوتر بزنیم و موفق‌تر باشیم. پس باید به هر کدوم از اینها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. ما باید هدفدار زندگی کنیم، چون هدف ماست که اولویت ما رو تعیین میکنه و اولویت ما بهره‌وری اعمالمون رو معین میکنه. بهش خود فکر کن به این جمله‌ای که گفتم، قطعا متوجهش میشی. اینکه چی هستیم و کجا میخوایم بریم تعیین کننده کاری که میکنیم دیگه و خب قطعا دستاوردی هم که به دست میاریم از این نگرش به دست میاد. به طور کلی ما باید هدفی داشته باشیم که ما رو به شادی برسونه. من اینجوری معتقدم، یعنی ما ته ماجرا میخوایم شاد باشیم. حالا شادی یه خورده عمیق‌تر بهش فکر کن. شادی در مسیر برآورده شدن خواسته هاست که اتفاق میفته. یعنی اگه یه چیزی که میخوایم بهش برسیم قراره که شاد بشیم. حالا بهترین راه برای اون پیدا کردن شادی ماندگار، اون شادی عمیقه، اینه که راههایی که زندگی ما رو با معناتر میکنه رو بیشتر انجام بدیم. وقتی کارهای روزانه ما، روزمرگی هامون هدف بزرگتری رو برآورده میکنه، قطعا شادی که به دست میاریم خیلی ماندگاره، خیلی کیف میکنیم با این، حالمون خیلی خوبه. فکر کن تو از خواب بیدار شدنت، سر کار رفتنت، فکر کردنت، غذا خوردنت، همه اینها یه جوری باشه که اون هدف کلی، اون یک چیز تو در واقع بهت نزدیکتر بکنه. خب قطعا شاد میشیم توی این حالت، همیشه حالمون خوبه. سوال متمرکز کننده فلسفه یک چیز در ایجاد هدف زندگی میتونه این باشه، میخوام کتابی بگم، آن یک چیزی که میتوانم در زندگیم انجام دهم که بیشترین معنا را برای من و جهان داشته باشد چیست؟ طوری که با انجامش بقیه کارها آسانتر و یا غیر ضروری تر بشوند. سعی کنید این پرسش رو توی زندگی خودتون از خودتون بپرسید و بهش جواب بدید. دوباره گوش کنید این سوال رو، بنویسید روی کاغذ و بهش جواب بدید. هدف بدون اولویت ناتوان میمونه، دقت کنید بهش. یعنی هدفی که گذاشتی باید برای اقدام کردن به کار، برای رسیدن به اون هدف اولویت بندی کنی. گفتم اولویت، دقت کن، نگفتم اولویت ها. منظور از اولویت آن یک چیزیه که از میان همه چیزهای مهم اولین و مهمترین چیزه. شما همیشه باید منظورتون از اولویت همون یه چیزی باشه که
شما رو به اون نتیجه فوق‌العاده میرسونه. رسیدن به هدف توی آینده به اولویت الانت مرتبطه. الان چی کاری میتونی انجام بدی که هدف امروزت رو محقق کنه، که این هدفه باعث بشه، یعنی امروزت این کاره باعث بشه که به هدف هفتت برسی و بعدش به هدف ماهت برسی و هدف سالت و نهایتاً اینها جمع بشن و هدف مثلا 5 سال بعد تو بهت برسونن. همین الان همون کار رو انجام بده. الان چی کار میتونی بکنی؟ قلم و کاغذ بیار و اهداف و مهمترین اولویتت رو روش بنویس و پیدا کن. اون کار رو همین الان شروع کن. اگه میخوای یه زندگی پر از نتایج فوق‌العاده داشته باشی، باید بیشترین بهره‌وری رو از کاری که برات بیشترین اهمیت رو داره به دست بیاری. هدفت انجام کار زیاد نباشه، بلکه باید کمترین کارها رو انجام بدی، بعدش بری برای اون کار زمان اختصاص بدی و مراقب باشی که اون کار تو اون زمانی که بهش اختصاص دادی اتفاق بیفته. باید محدودیتات رو بپذیری و راهی پیدا کنی که در ساعتی که روی اون کار داری در واقع فکر بکنی یا انجامش بدی بهره‌وری بالایی داشته باشی. باید برای اون یه چیزتون زمان اختصاص بدید. اگه یه دونه کار، یه دونه فعالیت به تنهایی قرار باشه که بخش عمده‌ای از نتایج زندگی تو رو رقم بزنه، باید به اون فعالیت زمان قابل توجهی اختصاص بدی، وقت چون بخش بزرگی از در واقع زندگی تو باید این کار پوشش بده. تجربه نشون داده که بهتری که یه چیزتون رو، یک چیز روزتون رو دارم میگم، اون اول صبح وقتی بیدار شدید به عنوان اولین کار انجام بدید. مثلا اگه یه چیز امروزتون مطالعه مثلا 100 صفحه از یک کتابه، صبح که بیدار شدی اول این کار رو انجام بده، بعدش برو سراغ کارهای دیگه. از زمانی که برای این موضوع اختصاص دادی هم محافظت کن، اجازه نده مسائل دیگه مزاحم بشن. خواهری، برادری، دوستی، رفیقی، پدری، مادری، میخوای 100 صفحه کتاب بخونی دیگه، اجازه نده هر چیز دیگه ای تو رو ببخشید، اجازه نده اینها هر مسئله دیگه ای تو رو از اون 100 صفحه کتاب خوندن دور کنه و نظر انجامش بدی. فکر کن هدفتون هر چیزی که هست، مثلا ورزش، کتاب، مدیتیشن، ملاقات با یه شخص یا هر چیزی، این مهمترین کار شما به این نتیجه رسیدید با چیزهایی که صحبت کردیم. در واقع ما اینجا داریم میگیم که این مهمترین کار شماست، یه چیز شماست که قرار شما رو به یک چیز کلی زندگیتون برسونه. اول روز قبل از هر چیزی اونو انجام بده. فکر کن که مهمترین کارت رو توی زندگی همون صبح که از خواب بیدار شدی انجام بدی. ببین چقدر انرژیت بالا میره، انگیزت بهت بالا میره، ببین چقدر وقت بیشتری داری، آزاد داری، چون مهمترین کار زندگی اون روز تو انجام دادی. پس به این مسائل دقت کن. این یه تکنیکه، یه الگوه برای موفقیت. جدیش بگیر و یک چیز تو بنویس، به یک چیز الانت برس و اون کار رو انجام بده. از اون زمانی که برای انجامش بهش اختصاص دادی هم محافظت کن. همین. ویدیو بعدی میبینمت.